سرخط خبرهای مهم با ضرردیدگان زمین لرزه در رشت کمک رساندند. وزیر مدافع تاجیکستان به ایران رفته است و قطر مهاجران تاجیک را به کار دعوت کرد. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان برایتان تقدیم میکنیم. امروز چهارشنبه 16 اپریل. صبح امروز در بعضی از منطقه های تاجیکستان زمین لرزه احساس شد. مرکزی زمین لرزه 5.6 درجه در کوههای هندوکوش شمال افغانستان بوده است. مرکز سیسمولوژی اروپا و بحر میان زمین خبر داد که زمین لرزه ساعت 4:44 به وقت محلی رخ داده در برخی از مناطق پاکستان و تاجیکستان نیز احساس شده است. به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، قوه زمین لرزه در کشور حدود 3 بال را تشکیل داد. درباره خسارات و تلفات جانی در تاجیکستان گزارش نشده است. با ضرردیدگان زمین لرزه ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد کمک فرستاده شد. در اساس دستور رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان، روز 15 اپریل به آنها خوراکواری، اشیاء خودجگیداری و مصالح ساختمانی رساندند. بر اثر زلزله روز 13 اپریل در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد 94 خانه پوره و 50 خانه قسماً ویران شده، به 61 منزل آسیب سبک رسیده است. اینچنین 3 مکتب و تقریباً 200 انشاءات اجتماعی از جمله چایخانه و بنگاه طبی ضرر دیدند. یک ساکن خردسال ناحیه رشت در این حادثه جان باخت. معاون سروزیر تاجیکستان همراه با مسئولان حالتهای فوق‌العاده به خانواده این آسیب دیده رفته اظهار همدردی کردند. وزیر مدافع تاجیکستان امامعلی صابرزاده که تقریباً 3 ماه پیش به این مقام تعیین شد، در رأس یک هیئت به ایران رفته است. مقامات تاجیکستان در این زمینه خبر ندادند. با گزارش رسانه‌های ایران، او روز 14 اپریل با رئیس ولایت فارس و روز 15 اپریل با وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ملاقات کردند. جزئیات صحبت‌های دو طرف دسترس نیست. بر اساس آنچه رسانه‌های ایران نوشتند، امامعلی صابرزاده و همتای ایرانیش امیر نصیرزاده به همکاری بیشتر، تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، قاچاق اسلحه و جنایت‌های سازمان یافته تاکید کردند. دوشنبه و تهران در 10 سال اخیر رابطه پیچیده داشتند. سال 2019 پس از امضا شدن این سند، رابطه‌های دو کشور تغییر یافت و رو به گرمی آورد. مقامات ازبکستان خواهان تفتیش شرکت‌هایی شدند که شهروندان را برای حج عمره به عربستان سعودی میبرند. تاکنون هزاران تاجیکستانی به واسطه شرکت‌های ازبکستان به حج عمره رفتند و روز 7 اپریل یک گروه از آنها دعوا کردند که فریب خوردند. همکاران ما از راهگذران و ساکنان پایتخت پرسیدند که چرا شهروندان تاجیک نه از تاجیکستان بلکه از دیگر کشورها به حج عمره و یا فرضی می روند؟ شاید ارزانتر باشد. برای همین سبب از طریق ازبکستان و سمرقند میتوانند روند به هزار. درباره خدمت رسانی‌هاشون اگه شنیدید که یا بهتره یا که اون طرف انتخاب میکنند؟ من شنیدم که بهتر است و ارزان است. بله، من شنیدم خیلی. هم بهتر است، راه بلندش هم بهتر است، هم ارزان است. شاید همین یک سببی همین ارزان ترک بودن همون خراجات حجی همین کشور همسایه‌مون باشد. لیکن اگر که ما این نبین یک اندیشه کنیم، همین مال ارزان، هر یک کاری ارزان به صفت ندارد. بعد به همین کارو گرفتار میشوند. اونجا در گفتی واژه‌های امروزه گفتی روس‌ها کیدت میشوند. این میخواد در فریب میافتند، در دست قلابا میزنند. اینجا در همین فیرماهای سیاحی همین کشور ما تاجیکستان کم نیستند. همین فعال شوند. همین فعال شوند، بگذار که همین یک سوم دو سوم ارزان کنند، یک کاری کنند که مردم به این فیرم‌های داخلی وطنی خدمت رو بیارند. نه سرمایه‌گذاری در خدمت شود، فایده در خدمت شود. این من هم خیلی اندیشه دارم. تو تشکیل رفتن خیلی کمی عذاب میکشی، کمی دشواری میکشی چون راه هست. اینجا خوبتر است برای شخصی که مثلا پول داره میتونه شنبه پرواز کنه. شخصی که میخواد که اکونوم کنه، پولش بودجه کمتر است، میتونه که چیز ازبکستان بره مثلا ارزان ترک. مثلا همون شرکت‌هایی هستن که ارزانتر و
آدم رو سفربر میکنه با فکر من همین خلکی با واسه این جمهوری همسایمون بیشتری آدمو با سفر حد آمادگی میره حد میکنه میاد. خودم پرسیدی بودم گفتن 5-6 هزار دلار مینیمال است ما ماکسیمال تا 10 هزار دلار ده. حاجی فرضی حاجی عمره هم. که ما نیاز دارم خدمت رفتن ده. از تاجیکستان یا که از طرف ازبکستان؟ اگه رای اوسونتر رای ارزونتر بلکه رای ارزونتر چیز ازبکستان پیشنهاد میکنم که ارزونتر شود شفاف شود تمام. بیننده‌های عزیز نظر شما در این باره چیست؟ پاسخ را می توانید زیر این برنامه برایمان نویسید. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با بخش یک اعلان شهروندان کشور را برای کار در شرکت جسور در فرودگاه قطر به حیث فروشنده مشاور دعوت کرده است. نمایندگان وزارت مهنت میگویند مبلغ چیپته هواپیما برای رفت آمد، روادید، جای خواب، خوراک، لباس کاری، نقلیات و خدمترسانی طبی از سوی کارفرما پرداخت می شود. از داوطلبانی که در این وظیفه کار کردن میخواهند داشتن 2 سال تجربه کاری در سمت فروش و خدمترسانی به مشتریان و آزاد صحبت کردن با زبانهای روسی و انگلیسی طلب کرده می شود. به نوشته این نهاد مزد مهنت برای یک ماه 700-750 یورو یا بیش از 8000 سومانی بوده، بیش از 50 نفر برای کار در این وظیفه قبول کرده می شوند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز روسیه راهی مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیا کبیر فرستاده می شوند ولی شماره آنها خیلی کم است. بعد از حمله موشکی روسیه به سومی که بیش از 30 کشته بر جای گذاشت، ولادیمیر ارتیوخ رئیس ماموریت نظامی این منطقه اوکراین را از وظیفه سبکدوش کردند. حکومت اوکراین در این باره روز 15 اپریل قرار قبول کرد. علی گریگوروف رئیس نوی ماموریت نظامی ولایت سومی تعیین شد. در حمله موشکی روسیه به سومی اوکراین در روز 13 اپریل زیاده از 100 نفر از جمله 15 کودک نیز زخمی شدند. بعضی از منصبداران اوکراین ولادیمیر ارتیوخ را متهم کردند که او در روز حمله مراسم جایزه سپاری به سربازان نیروهای مرزبانی سومی را تشکیل کرد و جان بسیاری ها را در خطر گذاشت. به گفته آنها نیروهای روسیه از معرکه خبردار شده به شهر ضربه زدند. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم. 16 اپریل سال 1934 با قرار کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی جایزه عالی قهرمان SSSR و نشان طلا تأسیس شد. با این جایزه عالی سالهای بعدی نزدیک 13,000 نفر از جمله 64 ساکنی تاجیکستان و اکثر آنها برای کارنمایی در جنگ دوم جهان قدردانی شدند. 16 اپریل سال 1992 در اوج نابسامانی‌های سیاسی در افغانستان که از اختلاف حکومت کمونیستی رو به مسکو کابل و مخالفان این حکومت برمی آمد، پرزیدنت محمد نجیب الله از قدرت کنار رفت. ضدیت‌های گروه‌های سیاسی در اوج بود و نجیب الله در قرارگاه سازمان ملل متحد در کابل پناه یافت. 4 سال بعدش گروه محافظه‌کار طالبان سر قدرت آمد و یکی از وحشت‌های نمایشکارانش قتل بیرحمانه و پر از خشونت محمد نجیب الله و برادرش گردید. در یک پرسش افکاری عموم چندین سال بعد مردم در افغانستان گفتند رهبری نجیب الله دوره رشد اجتماعی و مدنی افغانستان بود. 16 اپریل سال 1998 تلویزیون SM1 سیمای مستقل یکم به کار آغاز کرد که از نخستین تلویزیون‌های خصوصی در شمال تاجیکستان به شمار می رود. تلویزیون SM1 برای ساکنان شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف مرکز ولایت سوخت 18 ساعت در شبانه روز نمایش‌ها پخش می‌کند و اکثر آنها خبری و تفریحی می‌باشند و در برابر تلویزیون‌های دولتی جمهوری یک گزینه اطلاعاتی را فراهم می‌کنند. با
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی رو با 137 سومانی، 100 یورو با 1123 سومانی و 100 دلار رو 1087 سومانی مقرر کرده است. این قربی مقرر نموده بانک ملی است و از بانک‌های تجاری فرق می‌کند. بینندگان عزیز، سپاس که تا این لحظه ما را تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.